کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 6 اپریل سال 2023 در یک صدمه مدهش در حدود نویه ورزوب در شورای دوشنبه ورزوب خوجند بر اثر بجری عمقش 600 متر چپه شدن ماشین اوپل دو مسافر این ماشین جان باختند. بنا به گزارش کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 6 اپریل ساعت تقریبا 14:16 به قسم نوبتداری این نهاد زنگ زده درباره یک صدمه دهشت‌آور در حدود نویه ورزوب خبر دادند. بنا به معلومات کمیته در کیلومتر 65 راه دوشنبه ورزوب یک ماشین سبکرو تمغه اوبل زفیر تحت اداره ساکن 36 ساله نویه باباجان غفورف ولایت سوخت که از طرف شهر خوجند به سوی شهر دوشنبه حرکت داشت به سبب‌های هنوز نامعلوم بجری عمق 600 متر چپ شده است. در نتیجه صدمه راننده و یک مسافر این ماشین را با جراحت‌های وزنین در بیمارستان نویه ورزوب بستری کردند، ولی دو مسافر دیگر اوپل بر اثر جراحت وزنین برداشتهشان در جای حادثه به هلاکت رسیدند. در پی این حادثه کمیته حالتهای فوق‌العاده بر رانندگان خاطررسان کرده است که به خاطر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش صورت حرکت را بخصوص در راه‌های کوهستانی رعایت کنند. شما را در خانه منتظرند. تاکید شده است در دعوت کمیته حالتهای فوق‌العاده 6 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 2:30 راننده افت تمغه اوپل استرا حیدروف اکرام سال تولدش 1989 ساکن نویه شهرستان هنگام حرکت در شورای خوجند دوشنبه چناق واقع در حدود دهه لیلک شهر استرافشان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به افت تمغه خوندای سروی که تحت اداره راننده رحمت فاضل جان سال تولدش 1988 ساکن شهر مذکور قرار داشت برخورده است. در نتیجه راننده افت تمغه اوپل استرا حیدروف و مسافرانش تردبویف عبدالشکور سال تولدش 1946 تردبوی و انوره سال تولدش 1951 ساکنان نویه شهرستان جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته بعداً تردبوی و انوره در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می‌روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.